دوستان همیار زبان سلام. با درس اول گرامر از سطح ایوان اپلیکیشن همیار زبان در خدمت شما هستم. توی این درس میخوایم راجع به افعال تو بی صحبت کنیم. اما قبل از اینکه ببینیم افعال تو بی چی هن، بریم ببینیم ضمیر، فاعل و ضمایر فاعلی چی هستن. ضمیر کلمه‌ایه که به جای اسم استفاده میشه. مثلا علی اومد، من میتونم به جای علی بگم اون اومد. یا من و سعید رفتیم بیرون، میتونم به جای من و سعید بگم ما رفتیم بیرون. تو جفت این مثال ها اون و ما ضمیر هستند. اما فاعل انجام دهنده یا کننده کاره که توی مثال هایی که من زدم علی یا اون، توی جمله دوم هم من و سعید یا ما فاعل جمله به حساب میان که در واقع دارن یه کاری رو انجام میدن. اما ضمایر فاعلی ضمایری هستن که همیشه نقش فاعل جمله رو دارن. تو زبان انگلیسی هم 7 ضمیر فاعلی داریم که دقت کنید همیشه اول جمله میان و شامل این موارد میشن. I به معنای من، you تو یا شما، he اون در صورتی که آقا باشه، مذکر باشه، she اون در صورتی که خانوم باشه یا مؤنث باشه، it اون در صورتی که اشیا و یا حیوانات باشه، we ما و they اونها. خب 2 نکته رو این وسط دقت بکنید. اول اینکه تو زبان انگلیسی به جای تو و شما از ضمیر یو استفاده میشه. کلاً قواعدشون هم یکسانه. نکته دوم این که برای سوم شخص مفرد 3 ضمیر داشتیم. he برای مذکر، she برای مؤنث و it برای اشیا و حیوانات استفاده میشه. اما حالا بریم سراغ افعال to be. زمان حال ساده با مصدر to be. فعل be یکی از فعل‌های بسیار پرکاربرد توی زبان انگلیسیه که اگر بخوایم تو جملات مربوط به زمان حال ازش استفاده کنیم معنی هستن میده و بسته به فاعل جمله به 3 شکل به کار میره که شامل am، is و are میشه. برای مثال I am من هستم، you are تو هستی یا شما هستین، he is she is it is اون هست، we are ما هستیم، they are اونها هستن. اما اگه بخوایم چند تا جمله داشته باشیم به عنوان مثال I am shy یعنی من خجالتی هستم، you are nice تو خوب هستی، we are shy ما خجالتی هستیم، they are nice اونها خوب هستن. اما یک نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که توی مکالمات روزمره معمولاً این افعال رو با ضمیر قبلشون مخفف میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینطوری میگن I am رو میگن I'm، you are your، he is his، she is she's، it is its، we are we're، they are their. و برای مثال توی چند تا جمله I'm shy، you're shy، she's shy، he's shy، it's nice، we're shy، they're shy. خب به پایان درس اول رسیدیم. حتما این مطالب رو مرور کنید، تمرینات رو هم انجام بدین که حسابی براتون جا بیفته. تا درس بعد فعلا خدا نگهدار.